بچه جانای شیرین، شما یه التماس دارم که هم فرزند من 2011 خونم اومده رفتگی رسیه کار کنی برنگشته است. نه توی بچه‌ش دیدم نه توی دخترش. خودم عاجز شدگی از چشمم. شما التماس میکنم من فرزندی اونم که دیده امی تلفن میکنه. سال تولدش 1972 27 ایون مبارک شبیم که خمو زنده و سلامت هستند در روی دنیا. پروردگار بچه‌های رسیره همه خدا نگهدار باشه که در پاش خور نزنه. روی عزیز اشکی امی مادر را دیدم، امی ویدیو را تماشا کردم، باور که خیلی غمگینم گشتم. امی مادر به 1001 آرزو امید ما را مراجعت کرده، ویدیو کرده، روان کرده تا اینکه برای یافتن فرزندش کمک رسانید. نام فرزندش عبدالرحیمов حلیم، سال تولدش 27 ایون 1972، زاده و استقامت کننده ناحیه 5. این اکای عبدالحلیم سال 2011 به مثل همه ما و شما غریبی کار کنیم میبیا به شهر مسکو. اولی اومدگیش علاقه داشته همراه خانگیشون، بعداً آخرای همون سال 2011 اولی سال 2012 به نام نشان میشود. هرچند چندین جا را او را کافتکاب میکنن، گرچند که چندین جا را مراجعت کردگیان برای یافتنش مراجعت کردگیان ولی به نتیجه موندگی. و این مادر از ما خواهش کرد که درباره فرزندش نوار کنیم. نمره که در اینجا موندگیان نمره تلفن فرزندی همین برادری گم شدگی. ببینید که علاقه فرزندش کلان شد، به غریبی آمد و پدرش کافتکاب داره. التماس برادرها به طرف نباشین، برای یافتن همین برادر کمک رسانین و کدام نفرایی که میدونین همین برادر در کجا قرار داشتنشه در رقم‌های تلفن همین دادرک زنگ زنین، خبر رسانین. الله یار مدد.